سلام، سحر هستم و به اولین روز از چالش 7 روز مدیتیشن با من خوش اومدی. اگر میخوای روزت رو با یک انرژی متفاوت و آرامش شروع کنی با من همراه شو. در هر جایی که هستی به حالت نشسته به روی صندلی یا روی زمین قرار بگیر. ستون فقراتت رو صاف نگه دار. اگر اذیت میشی میتونی به دیوار یا به صندلی تکیه بدی. سر رو در راستای ستون فقرات بگیر. دست ها با نهاده روی زانوهات و کف دستهات رو به سمت سقف قرار بده. با یک دم عمیق پلکات رو ببند. آگاهیت رو بیار به نفس‌های طبیعیت، به جریان طبیعی دم و بازدم‌هات و بدون اینکه بخوای تغییری در نفس‌هات ایجاد کنی، بهش عمق و یا فشار بدی، فقط و فقط مسیر جریان طبیعی نفس‌هات رو دنبال کن. دم و بازدم، دم و بازدم. فقط و فقط به نفسات آگاه باش. با هر دم انرژی رو درون بدن آزاد کن و با هر بازدم آرامش رو توی بدنت حس کن. دم و بازدم. نفسات رو دنبال کن بدون تغییر، بدون فشار و بدون عمق. حالا ازت میخوام 3 دلیل مهم در ابتدای روزت رو به خاطر بیاری. 3 دلیل مهم و تازه و برای اتفاق افتادنش شکرگزار و سپاسگزار باشی. به هر کدوم از این دلیل ها عمیقاً فکر کن و احساس سپاسگزاری رو با تمام قلبت به جا بیار. و حالا ازت میخوام برای فرصت زندگی که در امروز بهت داده شده سپاسگزار و شکرگزار باشی. برای این موهبت الهی از صمیم قلب حس سپاسگزاری رو به جا بیار. و از بدن فیزیکی تشکر کن که به تو فرصت قرار گرفتن در این جسم و تجربه این زندگی رو داده. از قلبت تشکر کن به خاطر هر تپشش، برای اینکه با هر ضربانش به تو یادآور یک لحظه فرصت زندگی بیشتر شده. بعد از اون خیلی آروم به دم و بازدم هات برگرد.
به جریان طبیعی نفسات، به حرکت بدن حین هر دم و هر بازدم، به فضایی که درونش قرار گرفتی، به محیط اطرافت، به صداهایی که میشنوی، صداهای بیرون، صداهای درون محیط، و هوایی که روی پوست تنت احساسش میکنی، بوهایی که استشمام میکنی. یک نفس عمیق بگیر و هر زمان که آماده بودی خیلی آروم پلکات رو باز کن. مرسی که امروز رو با من بودی. از قلب من به قلب شما. نماسته.